یک قصه دیگر میگیم دوام میکنیم که وقتی زیاد گرفتم. میگه یک آدم پولدار ثروتمند وارد مسجد میشود، میاد پیش داملا میاد، میگه داملا یگان نیاز نداری؟ مقصد من یک کمتر مبلغ آوردم، اگر یگان حاجت و نیاز داشته باشی مقصد این ما تیاریم که خدمت کنیم. خداوند رحمت کنه و داملا ها را و عالم ها را، اونا هم عالم های ربانی بدن، اونا هم همش تکیه با خدا داشتن، هیچ وقت تکیه به آدم ها و به پولدار و به مالدار و به منصبدار و تکیه نمیکردن. ولی پیغمبر ما میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطر نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار خچه بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرده است. هر کسی که میگه اگر پیغمبرمون یک آدم مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند، سه یکی دینش ای بین میرود. این عالم برادرای عزیز وقتی این گپ از مردکی پولدار که شنید گفت شرم میاد در یک خانه قرار دارم که صاحب این خانه ماندگی من است حاجت طلب کنم. برادر عزیزی سخن بینید، من در مسجدم، این خانه خدا ہے، من در خانه خدا ماندگی است نیاز طلب کنم. میگه این مرده که پولدار ای حکمت سخن این میگه برخوردار نشد، گفت شاید های فکر کرد که در درون مسجد نمیشود، بیرون ده میگه ایستاد، بیرون ده ایستاد و کوکای حضرت میبراید. حضرت که برآمد گفت حضرت گفت خیلی داخل مسجد بوده که با همون سوال من آمدم که یگان نیاز شما را بیرون کنم. گفت مقصد شما نیاز دنیوی است یا اخروی؟ گفت من نیاز اخروی شما را برآوردن نمیتونم و به همین نیاز دنیایی تون مراجعت دارم. گفت او خدایی که گفت هم نیاز دنیوی ما میبرارد هم نیاز اخروی ما میبرارد، من در اون مراجعت نمیکنم و در تو مراجعت کنم. برادرای عزیز اینها به این رفتارشون هم شرف و آبروی اهل علم قپیدن، هم عزت دین نگه داشتن. تا چند آدم اگر برادر امت دستات پیشی بر خم و بدوی و چاپلوسی کنی و مقصد پت خلی میکنی و دیگر کنی، همون قدر خدم خار میشه، دین هم قدر خار میشه. زینیاز گو من او خدایی که حاجت دنیوی و اخروی ما میبرارد اکو مودا مراجعت نکن تو دم مراجعت الله مهربان عاقبتمون بخیر. انا برادران عزیز در این کار باید شما سهم گذاری کنید. شما مردم بین این آواز اینجا آمدین، خب این یک چیزی گم کردگیتون شما یافتگیه، یک چیزی هست که شما شاید انشاءالله گمانی مهمیه که شما خواهیشتون در این چیز هست که گوش اندازین، بهره برین، راحت کنین. او سخن خدا و پیغمبر همین خیلی آدم در راحت میبخشد، آدم ایمانش کامل میکنه. با یک رنگ زوانوکی که ای خواب بیدارت میکنه، این هم زوانوک های یک بیدارت میکنه که با خود بیا که خدای مهربان تر باید نه آفریده که همین سحر لباس ها را پوشیدگی بده و اون پیش دکانت تا شب خدا باید نزده. این برای این نیست. الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله ربی میگه من جن و آدم آفریدم. برای چی آفریدم؟ تا مرا عبادت کنم. برادر عزیز، برای همین است که حضرت جنونی را خدا رحمت کنه میگه یک مصرع ها داشت، درون پرده های تنگ و تاریک، شکم مادر میگه درون پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و رزقت کرد نزدیک. میگه در درون شکم مادر ناف مادر به ناف تو پیوست کردگی به طریق همون روده مادر و روده خودت بگیم تر غذا میداد در همون درون
رسانیدت به این حد کلامی، چی کردی بندگی تو فلانی؟ از همونجا صحت سلامت بیرونت کرد، با وایه رسانی. بین آیا تو که اخبارات تو چی بندگی کردی؟ برای همین خدا برکت یا همه او برادرایی که در این کارو سهم میگذارن، دلشون به مردم میسوزه، دلشون به دینشون میسوزه، فرمان خدا هست میگه باید اجرا کردن در کار. این دنیا او قد دنیای نیست برادر عزیز. بر لب جوی نشین دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آبی روان میگذرد. همون حرکت آب خیلی تیزه، هم خیلی عمر تو هم خیلی حرکت دارد. یه آدم میبینی که منه تبسم مردن خونه قبر، لیکن کردگی ها دستگیرت میشه، راحت خونه قبرت میشه، پشیمان نمیشه. چهارم این بود برادر عزیز که آدم وقتی امری به معروف کند میگه باید چیکار کنه؟ تحمل داشته باشه، صبر کنه. پنجم چیزی را که ابوالای سمرقندی گفتن برادرای این چی است؟ میگه انا اینش میگه واعظ باید که موعظه ملایم کنه، داد نگه، مردم هم حقارت نکنه. زیرا قرآن ببینید چی میگه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. میگه وقتی شما مردم به سوی من میخوانید، خدا میگه مردم به سخنهای خوب به سوی من بخوانید. یعنی به سخن خوب برادر عزیز مردم تابع میشوند، محبتشون زیاد میشه. یکی من همینجا بخیزم بگم ای نامردا، ای بدبختا، ای دیوس، ای خدا بزنتون، بعد میشود؟ نمیشه برادر. زیرا روش پیامبر ما این نبود. روش پیامبر همین بود که ملایم با مردم صحبت میکرد. یک قصه را میارم بعد همینجا صحبت ما تمام میکنم. میگه دوره های هارون و رشید بود. هارون و رشید میگه یک ملای، یک داملای بگیم نزدش میداره، یک قصرش تا میداره، اومده رهبره در آمد که عصر کمی تاخیر شده. گو حضرت عصر تا خوندی؟ گو نیولی نخوندم. همین نخوندم گفتگیش تا دیگه ازش نپرسی. همین داملا هم میگه دیگه همین رفتن گرفت، همین سیاست کردن گرفت. هارون و رشید خوب گوش کرد. بعد از آن گفت که ای حضرت انا من از فرعون دا بدترم. گو نه، خدا لعنت کنه فرعون یک آدمی نامسلمان بود، تو مسلمانی. گفت خودت ای حضرت موسی دا بهتری. گو نه، ما خاکی پای حضرت موسی نمیشیم. خیلی خداوند در قرآن گفته اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای خدا میگه فرعون حضرت موسی را قطعی هارون برادرش امر کرد که فرعون دعوای خدایی داره، برین دعوتش کنین، قول لینا با سخن ملایم خوب دعوتش کنین. ای خدا نسبت فرعون این چیز روا دیده، تو آمده در اینجا این سیاست مکردی. از این لحاظ برادر عزیز پنجم چیزی را که حضرت برای واعظ، برای نصیحتگر گذاشت ان همین بود که باید صحبت هم صحبتی ملایم باشه، نیک باشه تا مردم از او یک نفع و یک فایده را برداشته بتونن. خداوند همه تون نگهبان باشه. خدای مهربان باز وقتی خوش نصیحتتون بده. بسیار از پذیراییتون، از مهمانداریتون منتداریم برادر عزیز. انشاءالله این تو حضرت آمده خدا خواهی. وقت چند کم مونده؟ 15 minut vaqt است. 15 minut مونده باشه. حضرت اینجا یکان سوالکاشون جواب بود. اینجا یک سوال بود است. نماز مصر و ظهر عصر انا عصر یک جا میخونه، جمعی صلاتین میگه. همین چیه این مسئله؟ اینجا بشه برد. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمع صلاتین
یک چیزی هست ما موافقیم مذهبی ابو حنیفه جواب دیگری که میخونم مثلا در دیگر چیزی که حجتی میونن دلیل میونن اوشت کار و دیگر همه که همه چهار مذهبی